اذ تصعدون، اون زمانی که فرار میکردید به بالای کوه، ولا تلوون علی احد، و انگار که هیچ کسی رو نمیدیدین، و رسول یدعوکم فی اخراکم، و رسول از پشت سر شما رو صدا میزد. اینجا پیغمبر خدا پیشانیشون شکسته، دندونشون شکسته، افتادن توی یک گودالی و امیرالمؤمنین دلاور بالای اون گودال میچرخن و میجنگن و به نقلی 5 یا 7 نفر موندن از مسلمونا. اینجا علی داره با یه لشکر میجنگه و پرچمدارشون عمرو بن عبدالله رو میکشه، به اونا حمله میکنه و اونا فرار میکنن. بقیه مسلمونا ترک پست کرده بودن برن دنبال غنایم، از پشت کوه حمله غافلگیرانه‌ای شد و بعد اینا به بالای کوه فرار میکردن. به قول شیخ مفید جنگ احد و پیروزی علی. توی جنگ خیبر امیرالمؤمنین اول بیمار بودن، روز اول اولی رفت و شکست خورد، روز دوم دومی رفت و شکست خورد. مردم میگفتن فرمانده ترسیده، فرمانده میگفت مردم ترسیدن. فضیلت فتح خیبر سلب شده از بقیه. بعد پیغمبر خدا فرمودن فردا پرچم رو به دست یک مرد میدم، لأعطین الرایة غدا رجلا، که این مرد یه صفاتی داره، یه ویژگیایی داره، یحب الله و رسوله، خدا و رسول رو دوست داره، و یحبه الله و رسوله، و خدا و رسول همو رو دوست دارن. کرار غیر فرار، او سخت حمله کننده ایه که فرار نمیکنه. و امیرالمؤمنین رفتن و قلعه رو فتح کردن و در قلعه خیبر رو کندن و اونا فرار میکردن، میگفتن بریم که کشنده عمرو اومد، کشنده عمرو بن عبدود اومد. عمرو بن عبدود رو با 1000 سوار برابر میدونستن. توی جنگ احزاب، توی جنگ خندق پرید این ور خندق و تحقیر میکرد مسلمونا رو. پیغمبر خدا 3 مرتبه گفتن کیه که بره به جنگ این عمرو بن عبدود و این رو ساکتش کنه، من بهشت رو بر او ضمانت میکنم. کسی داوطلب نمیشد جز امیرالمؤمنین. اون ای رجز میخوند انا عمرو بن عبدود و این طرف فقط 1 نفر پاسخ میداد، فانا ابوالحسن. خود امیرالمؤمنین میفرمایند مسلمونا جوری ترسیده بودن و سراشون رو پایین انداخته بودن، وقتی این صدا میزد انگار پرنده رو سرشون نشسته، تکون نمیخوردن. و اینجا میره و عمرو بن عبدودی که در جنگ بدر زخمیش کرده امیرالمؤمنین و به خاطر همین توی احد حضور نداره، در جنگ خندق شکستش میده و میکشش. بعد افتاده روی زمین. بعد از اینکه جنگ تن به تن تموم میشه، غنایم مال اونیه که برده و زره این آدم میگن چند هزار درهم میارزیده و باهاش میشده چند سال زندگی کرد. بعد امیرالمؤمنین دست نمیزنه به لباس و زره این و بر میگردن. اولین نفر عمر میپرسه چرا زرهشو بر نداشتی، میشد باهاش 5 سال زندگی کرد. امیرالمؤمنین میفرمان اون لحظه آخر به من گفتش که منو برهنه نکن، من آبروی این لشکرم. و این آدم سیف الله برای خدا میجنگه.